از در چیز در آوردن، یعنی به هلاکت انداختنش، یعنی منو نابود و بی چیز کردی، منو بی هستی کردی. یا دمار در آوردن معنی میده که بقیه نفس یکی رو هم بگیری، یعنی بقیه نفسم هم گرفتی دیگه، هیچ نفس برای من باقی نمونده. نمیگویی برآوردم، نمیگی که اینا چی کار من باش کردم، اعتراف نمی کنی، نمیگی که من دیگه، یا از روی احوالی من نمیشی که من الان بالاخره نفسی برام باقی نمونده. شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می جستم، رخت می دیدم و جامی هلالی باز می خوردم. میگه در یک شبی که شب تاریکی بود و زلفان تو، دل من گرفتار زلفان تو شده بود. دلم از زلفت باز می جستم، یعنی دلم گرفتار زلفت شده بود و من میخواستم آزادش کنم، یعنی محو اون زلفت بود، دلم گره خورده بود به زلفت. رخت می دیدم، چهره تو رو من می دیدم، و جامی هلالی اشاره هست به اون حالت موی بناگوش معشوق که شبیه جام شراب هست. یا در شب که ماه پیدا میشه، مخصوصا هلال ماه شوال که بعد از ماه رمضان هست، اینا تو اشعارش حافظ داره اینا رو تشبیه میکنه، هم به چهره معشوقا میدیده، هم جام هلالی میخورده و هم اون موهای اطراف رو تشبیه کرده به یه جام شراب، هم ماه در آسمان بوده. حالا اینا تصوراتی است که هر کدومش تو ذهن کسی که این شعر رو میخونه میاد. کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت، میگه من تو رو در آغوش گرفتم و در گیسوان تو خلاصه فرو رفتم. نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم، میگه لب روی لب گذاشتم و جان و دلم و فدای تو کردم. این دیگه